بچه امروز یکی از دوستای خانوادگی اومده بود خونمون که از لحاظ فامیلی چیز نیستیم، با هم همکار بابامه. داشتم سفره رو پاک میکردم که یه دفعه دیدم که بچه اونا مثلا 1 سال 2 سال من کوچیک‌تر، حالا من نشستم در سفره. حالا من گفتم مهمونه، احترامش واجبه، چون ما اینجوری یادنن، شما مطمئن همینجوری یادنن. بچه ها نشسته بودیم و من سفره پاک کردم و اینا، یه لکه خیلی ریزی مونده بود که منو یادم رفته بود پاک کنم و یک دفعه دیدم که اون همکار بابام که من واقعا از این اخلاقش بدم میومد و کلا ازش به خاطر این اخلاقش بدم میاد، میگه که آره نمیدونم اینجا سفرت اینجوریه، از دختر من یاد بگیر، هنرمنده. بی احترامی کردی آقا، باش بی احترامی کردی، من به دل نگرفتم، گفتم تو عقل و شعور خودتو میرسونی. 2 هفته بعدش ما رفتیم خونهشون و دقیقا همین اتفاق برعکس افتاد. یک نحوه دیگهش اسباب بازی داشت دخترش جمع میکرد، برریخته بود و من اونجوری هم بی‌احترامی نکردم، من اسباب بازیشو دادم، گفتم از زمین افتاده بود که رفته بود برداری اینا. و دیدم که مرده میگه که آره تو نباید جلو جمع قبولش کنی، بعد باید توی یه اتاق خیلی با آرامش بهش بگی تا متوجهش بشه. گفتم که عمو ببخشیدا، ولی شما چرا وقتی بی احترام به من کردی توقع احترام داری؟ تو وقتی خودت اینجوری بودی من از تو یاد گرفتم. ما بچه ایم، ما بچه ها از شما ها یاد میگیریم. درسته اون 2 سال از من کوچیک، 1-2 سال از من کوچیک تره، اما این دلیل نمیشه که تو بخوای من بی احترامی کنی. ولی حالا من که بدون بی احترامی به بچه ها تذکر خیلی کوچیک دادم، کمکش کردم بشه بی احترامی. یاد بگیرید خودخواه نباشید. اینو بفرست واسه هر کی که فکر میکنی نیازه.